نگاه محتاطانه اسرائیل به اعتراضات جاری در ایران. اعتراضات جاری در ایران به سرخط اصلی خبرها در اسرائیل تبدیل شدند، به طوری که مؤسسه برجسته مطالعات امنیت ملی یک ردیاب لحظه‌ای اعتراضات را در وبسایت خود راه اندازی کرده است. کاربران می توانند به صورت شبانه روزی ببینند که کدام شهرها در حال حاضر کانون اعتراضات هستند، در هر شهر چند نفر کشته شدند و در حال حاضر چه مسائلی برای معترضان از همه مهمتر است. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی در این کشور، بسیاری به تغییر رژیم در ایران امیدوارند، چون ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تهدیدی جدی برای موجودیت اسرائیل به شمار می‌رود. تهران نه تنها به دلیل ماجراجویی‌های هسته‌ای برای اسرائیل خطرناک است، بلکه تأمین کننده مالی اصلی گروه‌های تروریستی ضد اسرائیلی همچون حزب الله در خاورمیانه است. با وجود گستردگی و شدت اعتراضات ضد حکومتی در ایران، کارشناسان نظامی اسرائیل نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار دادند. به باور آنان، جمهوری اسلامی هنوز می‌تواند به یک پایگاه حمایتی قوی مطمئن باشد. نهادهای امنیتی اسرائیل معتقدند بدون کمک خارجی سرنگونی این رژیم غیر ممکن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک هفته پیش به وضوح اعلام کرد که آماده مداخله در ایران است و از آن زمان تا کنون موضع خود را بارها تکرار کرده است.